بی خود کرده مردی که بیشرف. ساکتو جمع کن، همین الان برو بیرون، فردا برو دادگاه درخواست طلاق بده. اصلا هم ناراحت نباش فداشم. فردا زنگ بزن ببینیم همو. مگه من مردم دورت بگردم؟ باشه عشقم میبینمت. خدافظ. کی بود غزل؟ مریم بود بیچاره. شوهر عوضی دیشب سر هیچ و پوچ افتاده به جونش تا میخورده اینو کتک زده. دختر یه جوری سالم تو صورتش نمونده. چرا تو مسئله‌ای که بهت ربط نداره دخالت میکنی عزیز دلم؟ اصلا بعیده پیمان مریم تنها رفیق منه. من راهنماییش نکنه با من مشورت نکنه با کی کنه؟ غزل جان تو که نمیدونستی کل داستان چی بوده. پس فردام هر چی بشه تو میشیم وسط. بس کن تو رو خدا پیمان، این حرفا رو از کجا در میاری؟ خاک بر سر من کنن که واسه توی احمق ناراحت بودم. اون همه قصتو خوردم دیگه، باید کاری ندارم. نگو که دوستت بود. یکم پیش بهم پیام تو کلی حرف بارم کرد. گفت تو میخواستی زندگی منو خراب کنی، شوهرم گفته باید در ارتباط نباشم. باورت میشه؟ آره باورم میشه، چون اکثر آدما وقتی حالشون بده میان سمت تو ازت راه و چاره میخوان، ولی وقتی حالشون خوب بشه بازم برمیگردن سمت چیزی که لیاقتشون و تنها آدم بد قصه تو میشی. ناراحت نباش، هر چقدر این آدمای سمی کمتر همونقدر زندگی بهتر و بی دردسرتر. اینا رو ولش کن. تو هنوز شام نذاشتی؟